پینار پینار باورم نمیشه. یه لحظه صبر کن عزیزم، الان همه چی رو توضیح میدم باشه؟ به من دست نزن پینار. تو هیچی نگو جانان. الان همینجا داشتی از عشقت میگفتی. منظورت فرشاد بود؟ نه. آره. یعنی چی نه؟ چرا این کار میکنی؟ خودشه، همون ترسویی که بهت گفتم فرشاده. نمیخوای بگی؟ باشه، پس من بهش میگم. ما 6 ماهی که با همین پینار. این کارا یعنی چی؟ میخوای مثل زنایی تو کوچه خیابون گیس و گیس کشی کنی؟ گمشین، از خونم برین بیرون. یه لحظه صبر کن ببینم، صداتو بیار پایین. بچه خوابیده، تو کی از خونه میخوای بندازی بیرون؟ اینجا خونه منه پینا. فرشاد برو بیرون. از این خونه و شرکت گورتو گم میکنی میری، فهمیدی؟ دیگه هم نمیتونی الیفو ببینی. گوش کن، دیگه هیچ وقت این حرفو تکرار نکن. اون همونطور که دختر توه دختر منم هست. الان یادت افتادی دختر داری ها؟ الان یادت افتاد؟ تو هنوز منو نشناختی. تو هیچی نبودی، به لطف پدرم به اینجا رسیدی. الانم دیگه هیچی نیستی، مثل سگ ولگرد پرتت میکنم بیرون. این شرکت با زحمات من انقدر پیشرفت داشته. باشه فرشاد، ولش کن بریم. داره چرت میگه، ولش کن. جانان خانوم، فکر و خیال برات نداره ها؟ چون از فرشاد طلاق بگیرم دیگه هیچی نداره. فکر میکنی اون وقت این زنی که تو رو نگاه میکنه ها؟ خیلی پس فطرتی عباسی. فرشاد گم شو برو بیرون. تو ازت متنفرم. تو کیو میخوای از خونه پرت کنی بیرون ها؟ تو هیچی نبودی، الانم همونجوری میمونی. ازت طلاق میگیرم، هیچی برات نمیمونه. دخترم هم نمیتونی ببینی. دیگه حق نداری پاتو تو این خونه بذاری. ازت متنفرم، ازت خسته شدم مردی که پس فطرت. مامان پینار، پینار، پینار.